چگونه انسان از جانب جین ها بیمار می شوند و چگونه از جین تیزتر آزاد شویم؟ بله، قول اکثر علما این است که جین به بدن انسان می درآید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اخرج عدو الله گفتند، برا دشمن الله گفتند. وقتی که برا کی گفتند این دلالت میکند که او در آمد است. بنابراین علما رحمت الله علیهم در کتاب ها گفتند که کدام جنی که به بدن انسان که وارد شد در آمد و کافر میشه، تا کافر که نشد او نمی درآید. حتی مثلا بعضی ها میگفتند که جینش مسلمان بود یا کافر، یعنی به این معنا که اصلش چی بود. پیش از در آمدن مسلمان بود، ولی که وقتی که به بدن آدم در آمد الکی کافر میشد. و چه خیلی که مثلا یک انسان به نزد سحرگر که رفت کافر میشد اگرچه مسلمان بود، این هم مانند همین است، چون که تا عملهای کفری اجرا نکند به بدن انسان نمیداره. اصلا به بدن انسان در آمدن به جنها حکمش حرام است، این عمل جایز نیست. جنها یعنی غالبا در حاجت خانه یا در حالت ترس یا در حالت خرسندی سخت یا غفلت، که مثلا انسان اگر در غفلت باشد یا مست باشد، مواد مخدر یا موادهای سپیرتی نوشیده باشد، در این حالت ها احتمال در آمدنش هست.